салом бинандаи азиз, ахбори озодиро имрӯз 22 май ман зарангези наврӯзшоҳ ҳамроҳ бо ҳамкорон аз Прага ва Душанбе тақдими шумо мекунем. Дар нашри нави барнома ин гузоришҳоро дорем. як гурӯҳи дигар аз занону кӯдакони ҷангҷӯёни доишро баъди солҳо саргардонӣ аз урдугоҳҳои Сурия ба Тоҷикистон оварданд. 109 нафар асосан занону наврасону кӯдакон аз ҷумҳурияи арабии Сурия با پرواز مخصوص به شهر دوشنبه برگردانده شدند. تحقیق حادثه انفجار ظرف گاز در پنج و دعوت پزشکان از دوشنبه برای معالجه آسیب دیدگان. و تعقیب و بازداشت مهاجران در روسیه دیگر باره اوج گرفت. گروهی از دانشجویان تاجیک میگویند بیرحمانه لطوکوب شدند. تاجیکستان گروه دوم زنان و کودکان جنگجویان داعش را قبول کرد. این زنان و کودکان پس از شکست سازمان تندرو در اردوگاه‌های سوریه نگهداری می‌شدند و بارها خواستار بازگشت به وطن شدند. همکاران ما در روز آمدن گروه نوبتی زنان و کودکان به فرودگاه رفتند و حالا گزارش آنها را همراه می‌بینیم. ده‌ها زن و کودک تاجیک پس از سالها آوارگی از اردوگاه‌های سوریه و عراق به وطن خود بازگردانده شدند. تعداد نوبتی شهروندان ما با تعداد 109 نفر اساساً زنان و نورسان و کودکان از جمهوری عربی سوریه با پرواز مخصوص به شهر دوشنبه برگردانده شدند. لازم به ذکر است که همراه با شهروندان خود ما با درخواست جمهوری قزاقستان یک عائله این کشور یعنی زن و 4 فرزندش 5 نفر را هم به تاجیکستان برگرداندیم. اکثر این کودکان قبلا هرگز تاجیکستان را ندیده بودند. مادران آنها به دنبال شوهران خود هنوز 10 سال پیش به سوریه و عراق رفته بودند. پس از شکست داعش در 5 سال پیش زنان و کودکان در پناهگاه‌ها زندگی می‌کردند. چند باره که ما این شهروندان را با هماهنگی به تاجیکستان برگرداندیم، آنها یک مدت با عافیت بخشی روانی، عافیت بخشی جسمانی، تندرستی فرا گرفته شدند و بعد قسم به خانواده هایشان، قسم دیگر با به جاهای مخصوص نگهداری در زیر حمایت دولت فرا گرفته شدند و امروز زندگی عادی دارند و بسیار خرسند هستند. نگینا تاجیبویوا یکی از زنانی که از اردوگاه سوریه به وطن آورده شده است، پس از بازگشت ابراز خوشحالی کرد. با جای آبادی و جای خوب آمدیم و می‌خواهیم برای فرزندان خودمون آبادی را. ماه ایول سال گذشته 146 زن کودک تاجیک را از اردوگاه‌های سوریه به تاجیکستان آوردند. مقامات پیشتر گفته بودند که در پناهگاه‌های سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می‌شود. سازمان ملل از تاجیکستان و چندین کشور دیگر خواسته است تا شهروندان خود را از پناهگاه‌های سوریه بیرون کنند. بیننده عزیز، تفصیلات بیشتر را در رابطه با زنان و کودکان بازگشته از سوریه در سامانه رادیوی آزادی ببینید و بخوانید. برنامه را با گزارشی از منطقه ختلان ادامه می‌دهیم. پزشکان از بهتر شدن وضع آسیب دیدگان ترکش گاز در بازار ناحیه 5 خبر دادند، اما گفتند خطر هنوز جای دارد. ترکش روز 20 می در یک آشپزخانه خرد رخ داده. به گفته مقامات 28 نفر جراحت دیدند. 2 نفر از مجروح شدگان نورسان 3 و 4 ساله بودند. جزئیات بیشتر در گزارش مولا رجب یوسفی. به گفته محمدی سمیع، سرطبیب بیمارستان ناحیه 5، 8 نفر از زخمیان تا به حال در شعبه احیا هستند. از جمله بدن 3 نفر از زخمیان از 70 تا 80% سوخته است. طبابت این گونه بیماران می تواند ماه‌ها طول کشد. در واکنش به این حادثه متخصصان از دوشنبه و بختر برای کمک فرا خوانده شدند. در حالی که نزدیکان بیماران برای صحبت دسترس نیستند، سرطبیب بیمارستان گفت بیماران با دارواری رایگان تامین شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سبب ترکش روز 20 می در بازار ناحیه 5 را رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری هنگام پر نمودن بلان گاز مائع عنوان کرده بود. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفتند بلان گاز مائع کهنه بود و از معیار بیشتر با آن گاز پر کردند. این بار اول نیست که در منزل ساکنان و نقطه‌های فروش سوزشواری در تاجیکستان ظرف‌های گاز مائع می‌ترکند. مقامات ساکنان را برای رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری گناهکار می‌کنند، اما منتقدان مقامات را برای نظارت جدی نبردن در این سمت تنقید می‌نمایند. مولا رجب یوسفی، امیر ایسایف، آزادی، دوشنبه.
پزشکان و آموزگاران در شهر وحدت ادعا دارند که آنها را برای خریداری چیپتای کنسرت یولدوز عثمان و سراینده شناخته ازبکستان مجبور کردند. او 23 می در روز جوانان در ورزشگاه مرکزی وحدت سرود می‌خواند. نرخ چیپتا از 30 تا 50 سومانی است. یک پزشک بیمارخانه مرکزی شهر وحدت میگوید از او مجبوری پول 6 چیپتا را گرفتند. یک آموزگار مکتبی میانه نیز در جماعت دهاتی رامید عیناً همین شکایت را دارد. او روز 22 می گفت به مکتب آنها 10 چیپتای کنسرت یولدوز عثمانова را دادند. ظاهرا نه تنها آموزگاران و پزشکان بلکه به دیگر کارمندان دولتی و امام خطیبان محلی نیز با راه مجبوری چیپتای کنسرت دادند. شاعر عبدالرحیم و معاون رئیس شهر وحدت فروش اجباری چیپتای کنسرت را رد کرد. در گذشته هم پزشکان و آموزگاران تاجیک از اجباراً فروخته شدن چیپتای کنسرت و نمایشنامه‌های تئاتری شکایت کرده بودند. برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. یک هفته اخیر به دنبال اعتراض گروه ساکنان روسیه از گویا زیاد شدن مهاجران، رید ضد زاده‌های آسیای مرکزی مخصوصاً تاجیکستانیان در برخی از منطقه‌های این کشور افزوده است. حامیان حقوق میگویند مهاجران را از جای کار و خیابان‌ها گروه بازداشت می‌کنند. آخر هفته گذشته در یک روز بیش از 200 مهاجر دستگیر شده است. در برابر مهاجران، دانشجویان تاجیک هم از لط و کوب و شکنجه شدنشان شکایت می‌کنند. شعلای گلخوجه در این باره معلوماتی بیشتر دارد. یک گروه از دانشجویان تاجیک دانشگاه کامسомольский لب امور میگویند زیاده از 100 نفر آنها از جانب نیروهای ویژه منطقه خباروفسک بی‌رحمانه لط و کوب و شکنجه شدند. به نقل دانشجویان، حادثه صبح بر وقت 19 می در خوابگاه دانشگاه و زمانی رخ داده است که دانشجویان برای رفتن به درس آمادگی می‌دیدند. یکی از دانشجویان روز 22 می در صحبت با رادیو آزادی گفت دسته امن و خدمات نیروهای فدرال به خوابگاه آمده و نخست کامراهای نظارتی را خاموش نمودند، سپس در حالی که هیچ دانشجو با آنها مقابلت نشان نداده و نافرمانی نکرده بود بلت و کوب بیرحمانه آغاز کردند. به قول مصاحب رادیو آزادی، نظامیان نقابپوش با تپانچه و الکتروشوکر مسلح بودند و دستپوشک‌های کاستید مانند داشتند. هر نفری که سبب زدن آنها را میپرسید مشتی علاوگی میخورد. در این خوابگاه دانشجویان ملت‌های دیگر نیز بودند، اما تنها زادگان تاجیکستان را لط و کوب نموده و سپس در کریدور قطار ماندند و حجت پرسیدند. مصاحب ما افزود نظامیان حجت و تلفن‌های دانشجویان و همچنین 6 نفر آنها را با خود برده بعد بازپرسی جواب دادند. در نتیجه لط و کوب تقریباً 15 نفر از دانشجویان شدیداً مجروح شدند و بعضی از آنها نیاز به جراحی دارند. قبلا نیز در دانشگاه تفتیش حجت‌ها از جانب نهادهای دخلدار صورت می‌گرفته است، اما چنین برخورد با دانشجویان بار اول رخ داده است. هنگامی که جبردیده‌ها به مأموریت خوابگاه و دانشگاه مراجعت کرده و سبب چنین بدرفتاری را پرسیدند، آنها کتف در هم کشیدند و گفتند کاری کردن نمی‌توانند. دانشجویان روز 20 می به سفارت تاجیکستان در روسیه زنگ زده و کمک خواستند، چون تلفن‌هایمان را گرفته بودند و روز شنبه برگرداندند. در حال به سفارت زنگ زدیم گفتند آنها، ولی در سفارت به این دانشجویان گفتند که امروز روز استراحت است و دوشنبه به آنها زنگ می‌زنند، اما تا حال کسی به این دانشجویان زنگ نزدند. این شکایت دانشجویان منطقه خباروفسک در شرایطی است که در یک هفته اخیر به دست رادیو آزادی از گوشه‌های گوناگون روسیه ده‌ها نوار از جرایم رید و بدرفتاری با مهاجران می‌رسد. این تفتیش‌ها شبانه روزی در مکان زیست و جای کار مهاجران صورت می‌گیرد. در یکی از ویدیوها که در شهرک کاتلنیکی ولایت مسکو ثبت شده است، دیده می‌شود که چگونه چندین مهاجر از تریزه پریده و از تعقیب نیروهای امن فرار می‌کنند. در پشت نوارها که بعضی‌شان گاه از جانب خود ساکنان محلی ثبت شدند، نداهای جانبدارانه آنها از این گونه ریدها شنیده می‌شوند. بعضی از مصاحبان رادیو آزادی گفتند عملیات در نسبت مهاجران بعد آن شدت گرفت که هفته گذشته گروهی از ساکنان شهرک کاتلنیکی به ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه مراجعت کردند. آنها دعوا نمودند که محل زیستشان به انکلاو یا جزیره توجیک تبدیل یافته 80% اهالی آن را مهاجران تشکیل میدهند. ما حتی از برآمدن به کوچه میترسیم و خود را امن احساس نمیکنیم، گفته شد در این مراجعتنامه. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین روز 19 می در جلسه شورای پرزیدنتی اوید به روابط بین ملت‌ها گفت مهاجرانی که به روسیه می آیند باید به قاعده ها و عنعنه‌های این کشور احترام گذارند. روسیه دولتی سرملت است و علاوه بر این میزبان تقریباً 16 میلیون مهاجر از کشورهای شوروی سابق می باشد. بعضی از سیاستمداران روسیه بارها از جنایتکاری در میان مهاجران انتقاد کرده خواهان برخورد سخت با آنها شدند، اما مهاجران و هم سازمان‌های حامی حقوق مقامات روسیه را به نقض حقوق مهاجران ابدار می‌کنند و میگویند اساساً مهاجران هدف قرار می‌گیرند که حامی ندارند و پشتیبانی نمی‌شوند.
بیننده عزیز، شما در این باره چی نظر دارید؟ فکر و اندیشه خود را به ما نویسید. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. اخبار آزادی را با خبری ادامه میدیم که شاید برای افراد ناراحت از تورهای سفید موی جالب باشد. عالمان و پژوهشگران دانشگاه نیویورک میگویند اسرار سفیدشوی موی انسان را کشف کردند. شاید همین کشفیات برای آنهایی که ساعتهای دراز وقت و پول زیاد را صرف کرده برای رنگ کردن موی در آرایشگاه ها خرج میکنند مفید باشد، ولی به باور آرایشگران موی این کشفیات مشتریان کاری آنها را کم نخواهد کرد. گزارش صدای آمریکا را در این باره همکارم کیومرثی عطا تقدیم میکند. این کشفیات یک معجزه را میماند. محققان دانشگاه نیویورک میگویند که سبب‌های سفید شدن موی را آشکار کردند و این کار آنها به منفعت مردم خواهد بود. بعد هر 4 تا 6 هفته باید مویم را رنگ کنم. در دوره کووید موی سفیدم بیشتر شد و من هم دیگر کاری نگرفتم. گپ فقط سری پول نه، وقتی زیاد میگیره، چون اساسا در آرایشگاه رنگ میکردم. احتمال به زودی رنگ کردن موی یک کار ناضرور می شود. عالمان دانشگاه نیویورک می گویند که در جریان بالا و پایین شدن حجیره های بنیادی پیازک موی رنگ تولید می کند. با رفتن سین انسان بعضی حجیره ها از حرکت می مانند و در یک مکان خیلی خرد و تنگ نزدیکی پیازک موی در می مانند. ما دیدیم که بعضی حجیره های بنیادی در محیط در میمانند که نباید باشند. در این مکان محدود آنها برای از نو برقرار شدن تکان نمی بینند و به همین خاطر در ادامه جریان رنگ دادن موی اشتراک نمی کنند. مؤلفان کشفیات می گویند که کار آنها می تواند به طبابت موی سفید راه گشاید. یک وسیله می تواند همین شود که حجیره های بنیادی درمانده را گشته به همون منبع تکان حرکتی آنها برای دوباره تولید شدن رنگ موی برگردانیم. ولی نظر مشتری ها به رنگ کردن موی از راه های طبی چی است؟ نمیدونم که آیا زود این را قبول کردن میتوانم یا نه. اول میبینم که تحقیقات به کجا میبرد و اگر بی ضرر بود شاید هم یک بار میسنجم. کلی فرر یک آرایشگر معروف در نیویورک است و باور دارد که حتی بعد از این کشفیات هم شمار خواستگاران رنگ کردن موی کم نخواهد شد. زنها همیشه موی خود را آرا دادن میخواهند، میبرند، رنگش را تغییر میدهند و یا تغییر شکل میکنند. به باور این آرایشگر کشفیات محققان به صنعت آرایشگری تأثیری چندانه نخواهد داشت. باید گفت تا حال تحقیقات مذکور را دانشمندان در موشها برپا کردند و برای درک نتیجه های بهتری آن باید در انسان هم تجربه کنند. در یک سال گذشته در ایران دست کم 27448 دختری زیر 15 ساله ازدواج کردند. بنا به گزارش مرکز آمار ایران ازدواج‌های برمحل رو به افزایش دارد. این در حالی است که مسئولین حکومت ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران بارها گفتند با ازدواج‌های برمحل که مشکل زنان را بیشتر می‌کند راضی نیستند. اخبار آزادی را در همین جا به پایان میبریم. سپاس از همراهی شما بیننده عزیز. خبرهای بیشتر از این در وبسایت و صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی دسترسند. اگر شما هم بیننده ارجمند شاهد خبر و حادثه شدید میتوانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس گیرید. تا ملاقات های دیگر، خدا نگهدار شما.